با کمال ادب و احترام به هر کدام شما بیننده عزیز تلویزیون سفینه درود و سلام گروه ایجادی ما را بپذیرید و این برنامه فضا است، روشنی بخش خاندان شما. دوستان عزیز، ما در برنامه‌مان مهمان داریم آوازخوان گلپری عارف زاده از انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد شریف جورایف و همچنین همکسب عزیزی ما محرر ورزنده تلویزیون تاجیکستان نژادکار
کوهزاد فتح الله. برادر عزیز شما رو خوش آمدید میگویم، معلم عزیز شما رو خوش آمدید میگویم. دستاندرکارانی که در این برنامه اشتراک دارند، رامشگران عزیز شما رو نیز خوش آمدید میگویم به برنامه. خیلی شاد هستیم که به برنامه ما آمدید و امیدواریم که با ترانه و با شعر و با گفته های زیبایتان به برنامه ما رنگ و ریب دیگر میبخشید و بیننده ما خسته نخواهد شد. خب امکان دارد که سلام و پیام و پیغامتون را به دوستان صنعتتون، به حق و همسایه ها و به اون نفرانی که از اون سوی اکران ما را تماشا دارن برسانید خواهش میکنم. اولا سلام و پیام خودم را به کل تماشابینان تلویزیون سفینه که عین زمان ما را تماشا دارن و به همه اون مخلصانی که کمی هم باشد به من مخلص هستند و سرود ما را میپسندند، سلام و درود خودم را میرسانم. سلامت باشید. خب کوهزاد فتح الله، شما هم امکان دارید که از منبر مقدس تلویزیون سفینه برای دوستداران کلام بدیعتون، برای مخلصان برنامه‌هایتون و برای مخلصان برنامه‌های ما سلام بفرستید. تشکر. زمادر به دنیای پند آمدم، نه از بحر نیرنگ و فند آمدم. به شهر محبت غزلخوان و شاد زدامان کوهی بلند آمدم. درود میگویم به کل نفرانی که همیشه با برنامه‌های تلویزیونی سفینه هستند و درود به آن نفرانی که به شعر و ترانه و سرود یعنی که محبتی به پایان دارن. سلامت سربلند باشین. تشکر. واقعا دیگر ما همگیمان میدونیم که ملت ما ملت شاعر دوست است، شعر دوست است و قدر میکنن شعر و شاعری رو. و نخست ما باید صحبت رو شروع میکنیم از خانم گلپری که همین ترانه که در اول برنامه ما خوندید برای بیننده های ما توفه کردید، این ترانه تون رو کی انتخاب کرد؟ متن رو از کجا گرفتید؟ در بستن آهنگ کی براتون کمک کرد؟ من وقتی که کتاب شاعره خاصیت ولیزاده رو گرفته ورقگردان کردم، با همین سرود با خوردم، با همین متن و به دل من خیلی پسند آمد. من این متن رو انتخاب کرده با همراهی اهل انسامبل و الشیر قناتزاده پیشنهاد دادم که همین سرود رو، همین شعر رو برای من یک آهنگ بسته چیند و اون کس یک همین آهنگ رو به ما پیشنهاد کردن و ما در جمع انسامبل این رو به آهنگ در آورده خوندیم. بسیار خوب، بسیار خوب است که شما خودتون انتخاب میکنید و وقتی که هنرمند خودش انتخاب میکند و با در این برابر از همکسبان میپرسد، از یک نفری که در مثلا آماده کردن آهنگ و شعر و اینا دست مثلا خیر دارد پرسان میشود، این کمال ادب و احترام و رشد هنری ایشان است. سلامت باشید. خب محبت به همین عالمی که رنگین است، به همین عالمی که غم دارد، شادی دارد، رنج دارد، تشویش دارد، خب زحمت های زیاد دارد، یعنی منظورم عالم موسیقی از کجا منشأ گرفت؟ من از دوران خردی، از همون دوره های مکتبی میانه مکتب خانی، من وقتی که تلویزیون تماشا میکردیم، طریق تلویزیونی و طریق رادیو میشنیدم سراینده های مشهور خودمان را و من از همون خردی در دل آرزو داشتم که شاید که من هم کلام شوم و مثل همین ها روی صحنه هنر برایم و سرودهای با معنی، سرودهای با متن‌های بلند رو انتخاب کرده سرایم و پیشکش مردم. چخیلی که همین استادان برآمد میکنم من هم و مثل همین ها شو. چخیلی که گفتن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد ملای روم و مرید شمسی تبریزی نشد. بله. این تاثیر همون سراینده ها، تاثیر همون هنرمندایی که مثلا پیش از ما بودن یا که الله هم هستن میرسد به بله. تأثیر هنر زیبای آنها، تأثیر سرود و ترانه های پرمضمون ایشان واقعا به گوش شنونده و دوستدار صنعت اون کسا میرسید و رسیده ایستاده است که هنر را دوست می‌دارن و برای هنر مثلا قدم می‌گذارن و همین گونه است. تشکر، سپاس میگویم به شما معلم عزیز برای عکس صحبت خوب. و بعد از کوهزاد فتح الله میپرسیم که کوهزاد در تلویزیون تاجیکستان برنامه‌های شما رو تماشا می‌کنیم ما و شما بگویید که کار کردن در تلویزیون برای یک نفر ایجادکار چگونه است؟ پیش از همه برای ایجادکار در تلویزیون کار کردن باعث افتخار است. بله. و تلویزیون میتواند که در رشد ایجاد مثلا شاعر و یا نویسنده سهم گذارد. برای اون که شما میتوانید در اون برنامه‌های تلویزیونی، در برنامه فرهنگی با شاعران، نویسندگان خلقی صحبت آورید و در رفت صحبت از آنها چیزا بیاموزید
میتواند این برای ایجادکار یک راهی کشاید که دروازه‌های امید را باز کند. دروازه‌های امید را باز کند و با همکاری با چنین شاعران ورزیده و مثلا خلقی تواند که در همون هم در رفت صحبت و هم پس از مثلا برنامه یعنی که کم بوده خود را اصلاح کند و همزمان در این جاده بسیار هم پرمشقت قدم‌های استوار گذارد. خب برنامه هم دارید که مثلا نوقلمان رو دعوت می‌سازید و این بسیار یک به قول کاری ثواب هم هست که در رشد هنریشون، در رشد ایجادشون شما دست خیر دراز میکنید، یعنی طریق برنامه‌های تلویزیونیشون رو به مردم معرفی می‌سازید. دیگر شوق اونها، رغبت اونها، میل اونها به شعر و به سرود و به ترانه و به ایجاد زیاد شدن میگیرد. خب نشان پس از برنامه‌ها چی میگوین؟ مثلا وقتی که شما برنامه ثبت می‌کنید اونها رفته تماشا میکنن، سرود مصرع‌های شعرشون رو قرائت میکنن، والدانشون تماشا میکنن، به چی خلاصه میآیند؟ خب برنامه ما بیشتر درست است که با نوقلمان است. من همین برنامه رو با اون خاطر پیشنهاد کردم که ما که تا هنوز هم نوقلمیم و در آغاز ایجاد ما بسیار مشکلی میکشیدیم برای استاد داشتن و پیش کی رویم نرویم همین گونه معماها بود. بعضی صمیمانه که ما رو کمک میکردن و من خواستم که با واسطه تلویزیون پیشنهاد کنیم و حتی نوقلمانی که شعر میخوانن با اشتباه ما اونها رو یعنی که درست نمیکنیم، بگذار که استادان ببینن و یعنی که اشتباه آن رو بگویند. و البته همین گونه هم هست که چندین مراتبه استادان پس از تماشا یعنی که مصلحت دادن به همون ایجادکاران و حتی آنهایی که استعدادی بلند داشتن، حتی پس از برنامه ما توانستند که یعنی صاحب کتاب باشند و همزمان توانستند که به عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شوند. و پس از ثبت این برنامه ها آنها واقعا نوقلم که هستند خوشحال می شوند و حتی والدین آنها سپاسگزاری از تلویزیون میکنند که نوقلمان را ما در آغاز راهشان دستگیری میکنیم. بله، سلامت باشید. خب کوهزاد، بعد ما ذوق بیننده رو پایان نمیکنیم چون برنامه ما برنامه زنده سرایی است. خانم گلپری عارفزاده ترانه دوم رو میسراید، بعدا باز صحبت میکنیم و صحبتمون رو پس از ترانه دوم با شنیدن مصرع‌های شعری از جانب شما شروع میکنیم. خواهش میکنم. باز برای دین دلی من تو رفتی و ولی در سینمون، تو رفتی و ولی در سینمون، چو هم درد بجای دین دلی من، چو هم درد بجای دین دلی من.
شود آب از برای دین دلی من. نشد وقتی که سایری گل برایم، اومدی من به نوروزی دیگر ماند، اومدی من به نوروزی دیگر ماند. فدا بادا فدای دین دلی من، شود آب از برای دین دلی من، شود آب از برای دین دلی من. تو رفتی و بله در سینمان، تو رفتی و بله در سینمان. چو هم درد بجای دین دلی من، چو هم درد بجای دین دلی من، چو هم درد بجای دین دلی من. سلامت باشین. تشکر. بیاید بیننده های عزیز، شما وعده داده بودیم که کوهزاد فتح الله یک چند مصرع شعر از ایجادیات خویش قرائت میکند، ما بعدا صحبت میکنیم. همین گونه شد بعدا ادامه میدیم. خواهش میکنم. سلامت باشید. چون کتابی تازه نشر من که 38 صحیفه اولش به مادر بخشیده است، مادرنامه، میخواستم یک شعر مادر برای بینندگان قرائت کنم. خوب میشه. مادرم در شهر با من زندگانی میکند، زندگی بر من جفا، او مهربانی میکند. با هوای تازه ده بس که عادت کرده است، زندگی در شهر بر مادر گرانی میکند. چون نشیند یا بخیزد هر نفس یاد دیگر، چون نشیند یا بخیزد هر نفس یاد دیگر، از پدر و از روزگار پادبانی میکند. بس که جمع کرده است گلبرگ و گیاه از پشته ها، کلبه او بوی زیرک و زعفرانی میکند. می شود دلتنگ گاه در چنین شهری عظیم، غصه در دل خنده بر لب شعرخوانی میکند. وقتی طفلی پاسبانم بود شبها تا سحر، بین که حالا هم مرا او پاسبانی میکند. شهر خوب است و شرایط خوب، اما مادرم گریه ها با یاد کوهستان نهانی میکند. مادری دهاتی من در چنین شهری عظیم، زندگانی نه همانا قهرمانی میکند. تا رسم بر جمع امید دلی سرگشتم، از خدا بر من دعای سبز جانی میکند. سلامت باشید. صد آفرینتون. زنده باشین. تشکر. واقعا اندر وصف مادرای عزیز اگر 1000 کتاب ها ایجاد کنیم، 1000 ساله ها خدمت کنیم، با یک شبه خدمت مادرها و پدرای عزیز ما رسیدن نمیتوانیم. و همین بزرگی ایشان است که دل بزرگ ایشان است که ما در آغوش گرمشان بالای زانوهایشان سر مونده و کلان میشویم و باید همیشه خدمتگزار ایشان باشیم. سلامت باشین. بسیار تصویر عالی کردید و خوشبخت هستید که مادرتان در کنارتان است. از او هر صبح دم دعا میگیرید، به کار میآیید. از این دیگر دولت بزرگ برای فرزندان نیست. سلامت باشین. تشکر. خب خانم گلپری، شما هم چند جمله دیگر بگویید که برای مثلا یک زنی غیوری تاجیکی هم در خانه کار میکند، هم کتاب ها رو ورق میزند، شعر انتخاب میکند، هم برای آهنگ بستن مراجعت میکند با همکسبان، با یک نفر دیگر، یک کم مشکلی ها پیش نمی آید؟
البته به مشکلی نیست برای زن بودن که این هم باید که از عهده کار خانه برای از تربیت فرزندها از عهدهش برای و باز به کار روی آهنگ ها، سرودها، شعرها، کتاب ها خوانی. البته مشکلی میکند در برابر همین مشکلی ها داشتنش کسب خودم را که دوست میدارم. آفرین. برای من خیال میکنم که اون مشکلی ها پس سر میشود برای کسب خودم در چشمتون حتی نمیتابد. چون من پاسخ گرفتم ملکه، یعنی همین دوستداری کسب است دیگر. وقتی که انسان کسبش را دوست داشت فرزند رو هم خوب تربیت میکند، از عهده کار خانه هم میبراید، به کار میآید، مثلا دیگر فعالیت میکند، همین گونه است. ما با کوهزاد فتح الله اطراف من همین کتاب تازه نشری از دامن کوه بلند بیاید یک صحبت کنیم کوتاهک که چرا شما مخصوصا نام گذاشتید از دامن کوه بلند؟ اصلا من این کتاب رو قریب که تمام شعرهای من رو در بر میگیرد از سال 2002 بگویم تا این جانیم تا 2022. بله، به خاطر مادرم 20 سال کار ایجادی تام. بله، به خاطر مادرم چاپ کردم و همزمان یک رباعی دارم، فیضی فرح و بام درم می آید، نیروی دل و تاج سرم می آید، ای شهر عظیم سر به افلاک بکش، از کوه بلند مادرم می آید. من خواستم که سرآغاز نام این کتاب رو از کوه بلند مانم، اما وقتی که از استادان مصلحت پرسیدیم، شاعر خلقی تاجیکستان استاد رستم وهابزاده گفتند که از کوه بلند نیو، از دامان کوه بلند کن، از دامن کوه بلند. و همین گونه با همین یک کلمه که استاد وارد کردن نام کتاب بسیار به خودم پسند آمد و نامش را گذاشتیم از دامن کوه بلند، که این نیز همون مادری که از دامن کوه بلند می آید بخشیده به همون مادری که از دامن کوه بلند به سوی شهر عظیم دوشنبه می آید و با آمدنش این شهر بازم زیباتر می شد. به همین خاطر و اگر بود به دیگر سمت نگریم، من نیز که خود زاده کوه هستم، حتی نسبتون کوهزاد است دیگر، نامتون کوهزاد است. حتی دهنه، حتی در دهه بلندتر از دهه بلندتر کوه ها هستند که من در همون میان کوهساران تولد شدم و می توانیم به این نیز بگوییم که خب یک ایجادکار از دامن کوه بلند. سلامت باشین، تشکر. ما برار میخواهیم در کسب کار برای شما و ما به ترانه سوم رو میشنویم. این ترانه‌تون چی نام دارد؟ این ترانه صبح میخندد بیا تو. چشمم پر
تشکر میگویم بار دیگر به همه شما و ما اندک اندک به انجام برنامه من رسیده ایستادیم. من میخواهم از گلپری عارف زاده بپرسم که شما به آرزوهای قلبتان در راه صنعت رسیدید و یا؟ به آرزوهایم بله به کلی رسیدم، ولی بازم آرزوها زیاده. به فکر من که انسان تا وقتی که زنده است آرزوهای وی تماشاوی ندارد. هر روز هر ثانیه آرزوهای نو به نو در آدمیزاد در انسان پیدا می شود و من شکر میکنم که کمی هم باشد به آرزوهای دلم رسیدم در راه صنعت. زندگی با امید زیباست. بله. زندگی با آرزو کردن زیباست و فردی که با آرزو و با امید زندگی میکند در خوشبختی ها و در موفقیت ها همیشه برویش باز است. بله. ما برای شما در راه صنعت سبزن در سبزی موفقیت و مظفرت های بردوام رو آرزو میکنیم. امید میبندیم که این آخرین صحبت ما سر این سفره نباشد. سلامت باشید. کوزاد فتح الله همکسب عزیز ما شما را نیز خوش آمدید میگوییم و به در انجام برنامه ما برای دوستداران شعرتان، برای این ملت کتاب دوست و شعر دوست چند مصرع قرائت کنید. شکر این آزادی و آبادی، شکر چنین مرد خردمند پیشوای معظم ملت. میخواستم بگویم که کوهی وطنم عطر گلی تر دارد. بله. هر کوی وطن زیای مادر دارد. شکرانه کنم که تاجیکستان عزیز سرکرده و پیشوا و سرور دارد. و همزمان یک غزلی دارم تمنا بهر ملت. ای ملت من کاش گلت خار نگردد. بله. بیگانه تو را سرور و سردار نگردد. بله. بیرنج و علم با دلی پاک و بلورت ای کاش که افسرده و بیمار نگردد. ای کاش زنی تاجیک نادار خدایا بیهوده سری کوچه و بازار نگردد. ای کاش دیگر رنج و بلاهای زمانه بر دوش زن و کودک ما بار نگردد. ای کاش دیگر در ره فرزند مهاجر چشم پدر و مادر او چار نگردد. روزان نکو کاش بیایند پیاپی، روزان بد کاش که تکرار نگردد. امروز که روشن شده شام دل کهزاد چون صبح صفا بخش دیگر تار نگردد. سلامت باشین. تشکر. به شما نیز موفقیت میخواهیم در راه ایجاد و در راه کار و کسبتون. برادر عزیز به گروه ایجادی سپاس میگم برای اشتراک آمدن و نوازش های زیبا. و بیننده های عزیز به شما یک سرزمین سپاس دیگر میگویم برای که وقت جدا میکنید و برنامه های ما رو تماشا میکنید و امید میبندیم که صلح و ثبات و امن و امنیت در کشور آفتابی ما تاجیکستان عزیز ابدی باشد و خاندان شما پر از گندم باشد، زندگیتون سرشار از مهر و محبت باشد. آرزو میکنیم که محبت میان ما و شما کاسته نگردد عزیزان، زیرا هم از زحمت های ما به خاطر آن است که شما یکم فراغت ببینید. نقطه میگذاریم با برنامه. ترانه انجامی را میسراید گلپری عارف زاده، آوازخوان انسمبل ترانه و رقصی فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان. تا دیدارهای نوبتی عزیزانی دل. زیبایی با جفایت جبر و جفا تگردم، مشتاق یک وفایت مهر و وفا تگردم. سنگینی از چی باشد سنگین دلی عزیزم، سنگینی از چی باشد سنگین دلی عزیزم. تو نرم شو پریوش من خاکی پا تگردم، تو نرم شو پریوش من خاکی پا تگردم، خاکی پا تگردم. ای نازنینی عالم دردت به جانی من بود، ای بهترینی عالم عشقت نشانی من بود. ای نازنینی عالم دردت به جانی من بود، ای بهترینی عالم عشقت نشانی من بود.
شکری شکرم وقت نشستی آرام شهری لبات گردم من به نفس بدونت ای جانی من به جانت من به نفس بدونت ای جانی من به جانت بخشا حیات برایم هورو هوا تگردم بخشا حیات برایم هورو هوا تگردم هورو هوا تگردم ای نازنینی عالم دردت به جانی من باد ای بهترینی عالم عشقت نشانی من باد ای نازنینی عالم دردت به جانی من باد ای بهترینی عالم عشقت نشانی من باد پیدا بود چشمات هستی تو دل کشالم پیدا بود چشمات دل داده دل کشالتای طرز نگات گردم دل داده دل کشالتای طرز نگات گردم طرز نگات گردم ای نازنینی عالم دردت به جانی من بود ای بهترینی عالم عشقت نشان